7 موردی که شما خانوما نباید تو رابطه به مردا این حرفا رو بگین. اگه میخواین این 7 تکنیک رو یاد بگیرین تا آخر ویدیو همراه من باشین. به نام خالق عشق و مهربانی، من مریم صادق زاده هستم. اولیش اینه که در مورد احساس مرد مدام ازش نپرسین منو دوست داری مثل قبل؟ نکنه مثل اولای رابطه دوست نداری؟ چقدر دوستم داری؟ هی اگه سوال پیچش کنی یعنی رو مخشی. مرد خسته میشه، مرد دل زده میشه. به خاطر این زیاد نپرسین که چقدر منو دوست داری و مدام. اگه 1-2 بار بپرسی خوبه ها برای سرگرمی و تفریح رابطه، اما اگه مدام بپرسی رو مخ مرده هستی و مردا از این بدشون میاد. این اولین تکنیک. دومین تکنیک اینه که خودتون رو با ارزش بدونین. تو رابطه خودتون رو بالا ببینین، نه اینکه مغرور باشین، نه اصلا، نه اینکه خودتون رو خیلی ارزشمند بدونین، نه، تو رابطه ارزش رو خودتون حفظ کنین. یعنی اینکه توقع بیجا از طرف مقابل نداشته باشین. رفتین شب یه مهمونی، بعد میگی دیدی فلانی خانومش چقدر خوشگل بود، چه آرایش خوشگلی داشت، چه لباس زیبایی پوشیده بود. بعد اگه فکر می‌کنی مرد باید چی بگه خانم؟ اگه بگه خیلی خوشگل بود، آره خیلی عالی بود، خب تو اون وقت باید فاتحه مرد خونده بشه. میگی آره چشمش دنبال اونا بود. اگه بگه نه من توجه نکردم، میگی آره داره دروغ میگه. به خاطر این زیاد روی این چیزا مانور ندین. شما هم خوشگل هستین، معیارهای زیبایی رو داشتین که این آقا اومده با شما ارتباط برقرار کرده. سومین عاملش اینه که وقتی وارد رابطه شدین از گذشته همسرتون یا پارتنرتون مداوما نپرسین با کی بودی در گذشته، چی کار کردین، کجا رفتین، اینجا خاطره داشتین یا نداشتین. اگه مدام توی گذشته اون باشین دیگه رو مخین، رو اعصابین. آقا بعدش میاد، آقاه بعد میذاره میره. به خاطر این مردا خیلی در این مورد در واقع حساس هستن. مورد بعدی که هست اینه که با پارتنرت، در مورد پارتنر قبلیتون، با همسرتون یا با نامزدتون یا در واقع صحبت نکنین. نه اینکه اگه الان اون تو این موقعیت بود این کارو انجام میداد. خط قرمز مردا این مورد 4 خانوما. یعنی در مورد مرد دیگه اگه صحبت کنین فکر میکنه شما تو گذشته موندید و دارین بهش فکر میکنین. در واقع خط قرمز مردا رو به هیچ وجه خدشه‌دار نکنین. مورد بعدی اینه که مقایسه نکنین خانوما. همسرتون رو با کس دیگه‌ای مقایسه نکنین. حالا دوستتون شوهر کرده، بعد یه عروسی خوبم گرفته، یه تالار خوب، یه شام خوبم دادن، بهش نگو ببین الان همسر دوست من یه خونه خریده، یه ماشین خریده، یه عروسی خیلی عالی گرفت، یه تالار خوب گرفتن، یه عروسی عالی با شام خوب دادن، اما تو هم میتونی این کارا رو انجام بدی. مقایسه کردن باعث میشه که طرف مرد داغون بشه، ناراحت بشه، عزت نفسش بیاد پایین. به خاطر این مقایسه کردن به ضرر خودت خانم در رابطه. مورد بعدی اینه که هر کسی یه تخصصی داره، هر آقایی یه تخصصی داره. البته تو پارانتز بگم الان خانم‌ها تخصصشون خیلی زیاد شده. الان خانم یاسمین مقبلی که فضانورد ایرانی با 2 بچه میخواد بره فضا، خب آقاش گفته من بچه‌ها رو نگه میدارم، برو اینطوری با هم دیگه زن و شوهر باشیم. ببین گفته یه توکه پا برو فضا برگرد، خب بچه‌ها رو نگه میدارم من. با 2 بچه کوچیک داره ولی مرد قبول کرده که در واقع این بچه‌های کوچیک رو نگه داره، این فضانورد ایرانی بره و بیاد. به خاطر خیلی دقت کنین، با هم دیگه خیلی خوب باشین. وقتی که در واقع میخواین در مورد تخصص یه مرد، ببین هر مردی یه تخصصی داره. یکی کامپیوتر بلده، یکی مخ ریاضیه، یکی مخ کامپیوتر به قول خودمون، یکی نویسنده است، یکی کارگردان، یکی کارگره، یکی پزشک، یکی معلمه. هر کسی یه کاری داره، یکی نجاره، یکی بنا هستش. ببین اگه یه کاری رو یه آقایی نتونست انجام بده، با پت سرش نکوبین که شما نمیتونین این کار رو انجام بدین، یا مدام بهش طعنه نزنین، تحقیرش نکنین. اون وقت عزت نفسش رو از دست میده و مرد در این مواقع واقعا داغون میشه. زیاد نگین تو چرا نتونستی مثل فلانی فلان خونه رو بگیری، مثل باجاناقت فلان ماشین رو برای من مثلا بخری، تو تولدم ببری فلان جا، مثلا برام فلان کافه نمیدونم تولد آنچنانی یا سالگرد آنچنانی
فلانی بگیری، فلانی این کارو با جناقت کرد ولی تو نتونستی بکنی، دوست شوهر دوستم این کارو کرد تو نتونستی. این حرفا رو اگه به یه مردی بزنین میذاره میره پشت سرش هم نگاه نمیکنه. بس این حرفا رو به مردان نزنین. مورد بعدی اینه که با خانواده همسرتون یا با اونی که تو رابطه هستین یا پارتنرتونه سعی کنین یه جوری کنار بیایین. ببینین اول آشنایی فرصت دارین که ببینین که میتونین با تفاوت‌های فرهنگی اون طرف مقابل خانواده‌اش بسازین یا نه. یه فیلمی بودش، فیلم قانون، پرویز پرستویی هم توش بازی کرده بود. اون خانومه که عروس اومد چقدر مادر شوهر بازی و خواهر شوهر بازی خودتون دیدین دیگه، اگه فیلم خوبیه برید نگاه کنین چقدر در واقع تو فیلم قوقا میکرد، باعث میشد که مشاجره بشه این تفاوت‌های فرهنگی. حالا اگه دیدین واقعا تفاوت‌های فرهنگی اساسی دارین اصلا ازدواج نکنین، میخواین چیکار ترخانی بعضی وقت خیلی بهتر از اینه که مدام مشاجره، دعوا و تفاوت‌های فرهنگی نگین که خانواده‌تو بذار کنار، قطع رابطه کن با دوستات، با خانواده‌ت قطع رابطه کن. اون وقت مردم میدونی چی میگه تو هم با خانواده‌ت قطع رابطه کن، با دوستات قطع رابطه کن. اون وقت چیکار میخوای بکنی؟ خیلی بد میشه. پس این 7 تکنیک رو یاد گرفتی، یه کاری کن رابطت بهترین رابطه باشه. اگه تا حالا لایک و سابسکرایب نکردی حتما لایک و کامنت کن، سابسکرایب کن و به هم تو کامنت ها بنویس چه چیزای دیگری رو باید به مردمون نگیم که در واقع دل شکسته و ناراحت بشه. روز خوبی داشته باشین، روز پرنشاطی داشته باشین.